تندر هستم، نخست وزیر بالقوه ایران. بفرمایید. آقای تندر، درود بر شما. درود بر شما جناب، بفرمایید. آقای تندر، یه ایران و یه روی تموم در دیواره اسم شما رو نوشتن، همه جا حرف شماست. تو استادیوم‌های ورزشی شعار میدن شیر سماور آقای تندر. میدونستم، ممنونم. من یه همچین روزایی رو پیش بینی میکردم. فقط خواهشم مواظب خودتون باشین، از چش زخم و چش شور خودتون رو در امان نگه دارین. حتما. مادر من سفارش کرده اگه براتون ممکنه یه گرم تریاک با چند تا تار موی یه زن بدکاره و مدفوع بچه حرومزاده و اسفند و پوست پیاز حتما امشب واسه خودتون دود کنین. آخه عزیز من، قربونت برم، تو این نصف شبی من اسفند و پوست پیاز از کجا پیدا؟ آخر هفته رو کجایی کتی جون؟ آخر هفته ویکند دوستان عزیز، خیلی توی زندگی مهمه که آدم ویکنداشو کجا بگذرونه و من الی هستم در کنار شما با شما، ولی دوستانی دارم که نیستن در کنار ما. تو کجا میری عزیزم؟ Really? یعنی نمیای بریم لاس؟ واو، لاس وگاس، it's so nice, it's so good. از همینجا به نیلوفر پدرام همه دوستایی که دارم اونجا سلام میکنم، ولی نه، من همینجا هستم در خدمت شما و خیلی دوست دارم که باهاتون برنامه اجرا کنم. بله؟ Yesterday. Wow, congratulations for you. It's so nice. شما ویکند کجا میرین؟ نمیدونم. خب یه خط بگیریم. خط بگیریم. بله عزیزم، خط میگیریم. روی ایر هستین؟ بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام. الو جانم، صدای تلویزیونتون رو کم کنید. Turn it down so we can hear you. الو، بتی و کتی؟ Yes, بتی با و آهنگای کتی. درخواستی بتی و کتی هستیم، بفرمایید. الو جانم، میاد، صدای شما میاد. ما بیشتر. سلام علیکم. سلام عزیزم. چه خوشگل شدی امشب. آهنگ چه خوشگل شدی امشب رو براتون پخش میکنیم. بله، آهنگ چه خوشگل شدی امشب. نه میگم خودت چه خوشگل شدی امشب. واو، مرسی. من یه کتی. جفتتون. You're so nice. مرسی عزیزم. چه آهنگی دوست داری براتون پخش بکنم؟ من آهنگ بلا، دختر بلا. دختر بلا داری؟ میدونم. الان آهنگ بلا رو براتون پخش میکنیم. اونت بلا، اون بلایی است. ما برای شما آهنگ برای کسی میخواین تقدیم بکنید؟ نه، به خودتون تقدیم میکنم، به شما دوتا خوشگله. به خودمون ممنونم. شما از کجا زنگ میزنی؟ من از هامبورگ. از هامبورگ زنگ میزنی. بله، اسمتون؟ من اسمم جماله، جمال از هامبورگ. اوکی جمال. We are gonna show you بلا. الان آهنگ بلا، ای بلا دختر مردم. میشه بتی رو آهنگ برام برقصه یه ذره حال کنم؟ اجازه بده آهنگو پخش کنیم، منم میرقصم. بله عزیزم، گوش میکنیم. بلا. نگاه کن جای پامون همونجا لب چشم است. بلندم فقط من تو رو میخوام، میترسم که رقیبون سر راه بذارندم. بلا شیطون خودم، دشمن جون خودم، قربون خوشگلیات، دل داغون خودم. بلا شیطون خودم، دشمن جون خودم، قربون خوشگلیات، دل داغون خودم. آخ دل داغون خودم. ای گل نیلوفرم، ای همه باورم، دست نوازش میکشی بر سرم. ای گل نیلوفرم، ای همه باورم، آره میدونی از همه عاشق ترم. بلا شیطون خودم، دشمن جون خودم، قربون خوشگلیات، دل داغون خودم. بلا شیطون خودم، دشمن جون خودم، قربون خوشگلیات، دل داغون خودم. آخ دل داغون خودم.
درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. سوال بعدی من اینه، رهیافت شما برای رسیدن به آزادی و جون گرفتن پایه‌های دموکراسی چی هست؟ یه جوری جواب بدین که اسپانسر ما هم دیده بشه. بله حتما. بنده در چند جمله کوتاه میتونم براتون خلاصه بکنم این قضیه رو، که افزایش طول نارضایتی‌های مدنی، برطرف کردن ناتوانی‌های جسمی فعالان سیاسی، درود بر شما. تحرک بیشتر جنبش‌های مدنی به وسیله ویبراتور تحرک داشته باشید. میشه یه مقدار مسئله رو بهش گفتین که اسپانسر هم بهتر دیده بشه؟ خب بله مسلماً، هرچی شما این پارادایم‌های فکریتون به هر حال بیشتر باشه، شما مناسبات اجتماعیتون هم خیلی بهتر خواهد بود و در واقع بهتره که از اون طرف هم مردم یه دفعه وارد صحنه نشن، خورد بیان. یعنی خوردش بهتره. نتیجهش درود بر شما. یوهویی نه. درود بر شما. یوهویی نه، نتیجهش خراب میشه. درسته. حالا خیلی تماس میگیرم، میگن که طرف مقابلم نشسته، یه مخالفتی، یه ممانعتی هست، به هر حال جواب اونا رو چی میدین؟ چیز مسلمی. شما مسلمه که وقتی از چه میدونم بزرگ کننده وقتی داری شما استفاده میکنی، طرف که نمیشه که نگاه بکنه شما رو، که اونم مسلما از صفر کننده نهاد اجتماعی از اون طرف فعالان سیاسی رو میارید و شما فقط تنها راهش اینه که شما شروع بکنید از هر طرف که بیاد نذارید اصلا طرف تکون بخوره. مسلما اون مسلمه. درود بر شما. درود بر شما. به نظر شما در نهایت این گن لاغری دموکراسی بر قامت ایران میشینه یا خیر؟ درود بر شما. درود بر شما. خب مسلمه بله، اگر شما دادین چربی سوزهای صنفی اجتماعی استفاده بکنید قطعا نتیجه خواهد داد و کاملا درود بر شما. درود بر شما. این افزایش طول مبارزات دائمی خواهد بود. درود بر شما. درود بر شما. سوال بسیار خوب بود. شما اگر از این کارشناسان مجرب دموکراسی، آزادی از اینا استفاده بکنید قطعا نتیجه خواهد داد و من به شما قول میدم که تا سال آینده نتیجه خواهد گرفت و هیچ شلوغ بکنن. درود بر شما. در نهایت راه حل نظامی رو پیشنهاد میکنید یا خیر؟ بنده به هیچ وجه راه حل نظامی پیشنهاد میکنم، فقط راه حل گیاهی. مرتی که گامیش زنگ زده، هدف شما از این شبکه چیه؟ یا من باید جواب منطقی بهش بدم یا اونجوری که لیاقتشه باش حرف بزنم؟ بی پدر مادر، من که میدونم تو از طرف کی زنگ میزنی، به کجا وصلی. این شبکه رو واسه اوشکولایی مثل تو را انداختم که عین خر تو گل موندن نمیدونن چه بخورن. فهمیدی؟ این جوابیه که لیاقتشو داری. جواب منطقیش هم اینه که این شبکه رو انداختن با عمت آشناشم عوضی مزدور. تو آدمی که من جواب منطقی بدم، هم مال اصحاب آدم خورد کنه. لیوان آب بده من. بیا رو خطی بیا. درود بر شما مرد بزرگوار مبارز. بنال و وقت نرم. من تماس گرفتم بگم که متاسفانه اینجا در داخل خیلی ها مشغول تخریب چهره موجه و دوست داشتنی شما هستند و سعی میکنن مبارزات مستمر و فداکارانه شما رو با شایعه سازی لوث کنن. چه؟ این آدم حرف بزنی چی میگی؟ حرف مفت میزنن پشت سرتون، میگن فلانی دکون باز کرده و چه میدونم انقدر وجود نداره که قیافش رو نشون بده و اینجا هندونه فروش بوده و حالا رفته اونجا برای ما مبارز سیاسی شده و از این مزخرفات. من میخورم با تو و ارباب پدر نداشتش رو میخندم با تو. ببخشید سوء تفاهم شده، من طرفدار شما. تو به جایزی و ننت خندیدی طرف من اصلا طرف ندارم. چه صفت پاچه خواه هندونه فروشم خر کوچیکته. آب بده من اصلا من خورد کنم. بگو رو خطی بعدی. الو جونم. الو جونم. الو جانم بگو. میتونم صحبت کنم؟ زهرتو بزن. درود بر شما. من تلفن قبلی رو شنیدم، میخواستم بگم که شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنین. اینایی که زنگ میزنن این حرفای نابرموتو به شما میگن کاملا مشخص از طرف کی و برای چی تماس میگیرن. شما نگران نباشی، ما با شماییم. تو غلط کردی مامانی، همینم بوده تو ضعیفه من دفاع کنی. من میدونم هنوز شما از تماس قبلی ناراحت هستین. به هر حال خیلی بد با شما صحبت کرد. اوشکول به تو چه دو تا مرد گنده دارن به هم فحش میدن. تو این وسط چی میگی ریقونه؟ از شما واقعا بعیده با من اینطوری صحبت کنین. مردان و زنان بزرگ آرزوهای بزرگ دارند، خواستهای بزرگ. شما در زندگی به جایی نمیرسید، موفقیتی کسب نمی کنید و پلی از شکست به سوی